داماش بهترین روزاش میتونه وقتی که از خیلی از مسائل دیگه که داری رنج میبری برای چند روزم پیش شده حالتو عوض بکنه و رویه بهتری بده. البته من اینو بیشتر موقع اسم میکنم که روی سطحی بودم و زیاد این مورد در کنار زنه برای من سرک نمید. روزی که شهرداری آستارا رو بردیم بعد بازی یک از بچه‌های قدیمی تیفوسیا رو دیدم که کنار زمین بود. صحبتی که داشت این بود که یه جوری شده انگار دیگه بردای داماش هم اون لذتی که باید دیگه با ما نمیده و وقتی بهش فکر میکنم میبینم که کاملا داره درست میگه. برای من هم حداقل مدت هاست اینطوری شده. نمیدونم به خاطر اینه که چون مرتب نتایج بد و اتفاقات بد برای تیم میفته که دیگه وقتی روز خوبی هم داشته باشیم اون لذت رو بهمون نمیده، یا اینکه نسلی که ما هستیم، ماهایی که دیگه حداقل میشه گفت تقریبا 30 رو رد کردیم، درگیر دغدغه‌های دیگه از زندگی شدیم که شاید هم همین دغدغه‌ها رو قبلا هم داشتیم و داماش خیلی خوب میتونست اونها رو پوشش بده و خیال ما رو از بابت خیلی چیزا راحت کنه، دلمون رو خوش بکنه، ولی الان دیگه جوابگو نیست. در واقع فشار زندگی، فشار بزرگ شدن، فشار اتفاقاتی که میفته، مسئولیتایی که گردنته و شاید باعث میشه که فوتبال اون لذتی که باید رو بعضی جا بهت نده. مطمئنم شما خیلی اوقات مثل من چنین تجربه‌ای داشتین که یه سری اتفاقاتی میافتاد که اعصابتون از همه چیز خورد بود، اما میومدین استادیوم 90 دقیقه تشویق میکردین، خودتون خالی میکردین، تیم نتیجه خوب میگرفت و حداقل تا چند روز به خیلی مسائل دیگه فکر نمیکردین و حالتون بهتر بود. هممون شاید این بره رو گذروندیم. در واقع از یه جایی به بعد شاید استادیوم و داماش برای ما تقریبا شده بود یک راه فرار. افتخار میکردیم داماش پرچم ما بود و به نتایجش، به بازی کردنش، به بازیکناش، به خیلی چیزای دیگهش افتخار میکردیم، لذت میبردیم، پوزشو میدادیم که بله ببین ما فلان تیمو بردیم، اینو بردیم، اونو بردیم، فلان بازیکنو دادیم خارج، ما دست دویم رفتیم فینال جام حذفی، ما فلان کارو کردیم. بسا پوز تیممونو میدادیم. حالا هر کی هر حرفی میزد میگفت تیمتون اینه، اونه، اینجوریه، اونجوریه، میگفتیم همتون بریم به درک، این تیم پرچم ماست. اما نمیدونم الان چقدر با هم موافق باشین، اما حداقل در 2 سال اخیر داماش چیزی برای پوز دادن نداشته. حالا ما هم نه این که خیلی تشنه پوز دادن باشیم، همونطور که روزای خوب هستیم باید روزای بد هم باشیم، اما به معنای واقعی الان در مورد تیم داماش در چند وقت اخیر بجز خود هواداراش هیچ چیز مثبتی هیچ جا نمیشه به زبون آورده بشه، چون هیچ چیز مثبتی نداره. هیچ چیز مثبتی نداره. در واقع تیمی که ما خودمون یه روزی پوزشو میدادیم، هوادارش بودیم و هستیم و بهش افتخار میکردیم، الان اون تیمی که باید فقط پوز هوادارش رو بده، چون واقعا هیچ چیز مثبت دیگه برای ارائه کردن در حال حاضر نداره.
یه بازی خونگی دیگه داریم با پالایش نفت بندرعباس. اون چیزی که این فصل زیاد داشتیم مساوی بوده در خونه و والا من هر بازی دارم لیست بازیایی که رفتم استادیوم رو می‌نویسم، بیشترشون این مساوی. آره همچین لیستی دارم. من سال 86 اولین بازی که رفتم استادیوم برای داماش بوده، تقریبا دیگه میشه 18 سالیه. حالا اولش آروم آروم، بعد دیگه کم کم فیکس شدم اومدم و این بازی رو اگه بیام استادیوم میشه 200مین بازی. شاید در نگاه اول بگم خب 200 بازی چیزی نیست که مثلا من شاید بعد وقت خودم احساس میکردم باید تعدادش بالاتر باشه، ولی خب الان که حساب میکنم مثلا در فصل 15-16 تا بازی خونگی داریم. خب حالا یه سری بازی‌ها یه اتفاقاتی میفته نمیتونی بیای، یه سری بازی‌ها رو آقای اسماعیل حسن‌زاده به خاطر گیلانی بودنش ما رو محروم میکرد از تماشاگر. یه برهه 3 ساله‌ای هم که از 98 تا 401 چون هم من سرباز بودم، هم تیم منحل شد، هم کرونا بود، تماشاگر نمیومد، بنابراین هیچ بازی نبودم. همه اینا رو جمع بزنیم به علاوه یه تعداد بازی خارج از خونه، این قرار 200مین بازی باشه که من برای داماش میرم استادیوم. میدونی چیه، من دلم نمیخواد توی بازی 200م کنار زمین باشم. ایشونو که یاد برم دیگه قاسم. برو داش. بس دیگه. حرفی سخنی. میبریم انشالله. اوکی. چند؟ 2-1. 2-1. منم فکر میکنم اون 2-1 باشه. یعنی به کلین شیت زیاد امید ندارم. میبریم، مهم اینه میبریم. لیدرهای شکار رو میبینیم و یه نفرم که داره سعی میکنه ما رو به بهشت ببره. آخه بهشت که زورکی نمیشه عزیز برادر، اونقدر فشار میاری که از اون برای جهنم میزنه بیرون. اسکامو دارم اقصان بالا حالا چه اسکامو اسکامو آمدنی اسکامو برای بای اثر دیوار بازا شنیدم میخوای لخت کنی آیا؟ نه دیگه من الان به من یک پیراهن دادن. پیراهن دارم. شما پیراهن گرفتی، به من چرا ندادن؟ من نمیدونم چرا نمیدی کافه میومدی کافه تو کافه دامش پخش می‌کنم. امشب یادم باشه بیام. شما امروز میخوای بیای پیش تعدیقش هم خوردن. پیراهن نکردی تشویق نکنی. من 3 تا لباس پوشیدم، شوی 3 تا رو با هم بکنم. من میکنم، مشکل نداره. شمس الله زمستون ما اینجا کاپشن نداره میکنیم. یه کاپشن بود، کام بود، یه دونه تیشرت میکنیم رو سکو. اون موقع هم سعید داریوش سر یک از بازی‌ها بود، گفت بکنم، گفتم چند دادم. من طرف
خیلی من حس می‌کنم خدا نکنه دوست ندارم همچین اتفاق بیفته ولی حس گره خوردن بازی رو دارم. نمیدونم چرا من همین حسو دارم. اصلا عجیبه چون هنوز تو شوک برد آستارا بچه‌ها گیر کردن. اونو ما راحت بود. تهران رفته بودی راستی؟ تهران نتونستم برم حقیقتا بعد نتیجه‌اش از قبل میدونستم. مشخصه. اونا مساوی هم نمی‌کنه. خیلی یهو بد سه تا خوردیم. ولی این بازی هممون دوست داریم ببریم دیگه. چیزی که متأسفانه دلم گره می‌خوره. امیدوارم فلج بشم اتفاق نه. درد و نفرین بر سفر باد سر رئیس ارکستر باشه چه مینگری؟ حمله! 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 کمال نامآوری تیم پالایش هفته بندرعباس گل اول رو زد، داماش یکیش عقب افتاد. امیدوارم بتونن به بازی برگردن. خب مثل اینکه به عقیده کمک داور گل آفساید بود و داور نظر کمک داور رو میپذیره. از همون 0-0 فعلا نگران نباشه. 0-0 حمله حمله وای 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 گله بازی بوی گل میده. دیگه این دفعه گل زد. اول تمام شد با نتیجه 1-0 به سود پالایش. حمله! 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 بگو! حمله کنو! گل بزن!
اینجا بشین. این گلا این گلا بازی خوابیده حمله 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 بازی با نتیجه 1-1 تمام رسید علیرغم موقعیت‌های زیاد و دانش. والا خجالت داره با این همه حواله والا خجالت. توی عمر 30 خورده سالی میدم توی بارون عینک آفتابی نداده بودم ولی الان زدم چون همزمان با این آفتابی که می‌بینید داره بارون هم میباره. دنیای عجیبی. اونی که می‌خواستیم نشد، اونی که فکر می‌کردیم شد. متاسفانه به شدت داریم تاوان بی‌تجربگی رو پس میدیم. فقط باید امید داشته باشیم به بازی‌های خانگی بعدی چون مخصوصا در نیم فصل دوم هیچ حرفی توی بازی‌های خارج از خونه نداشتیم. هنوز امیدی هست. هنوز ما در منطقه سقوط نیستیم اما خودمون داریم کار واسه خودمون سخت